بود نبود یک شهری بود. در همین شهر 9 مرد تنبل زندگی می کردند. این تنبل ها عروبه ساخته در بازار می فروختند و زندگی می کردند. در همین شهر یک مرد کاردان و چقان هم بود. او کریم نام داشت. کریم هم عروبه می ساخت و می فروخت. تنبل ها روزی دراز با صد عذاب و مشقت کار کرده تنها یک عروبه می ساختند و خلاص. کریم باشد یک خودش در یک روز 9 عروبه می ساخت. در بازار خریداران عروبه های تنبل ها را نمی خریدند. مردم می گفتند که این عروبه ها بی صفت و شلق هستند. عروبه های کریم را باشد بی گفتگو می خریدند و پول خوب می دادند. تنبل ها دیدند که کارشان پیش نمی رود، حیله را پیش گرفتند. من او را فریب می دهم، می گویم که ما در یک روز 81 عروبه می سازیم. پولمون خیلی بسیار. او را با خود می گیریم برادرها. او کار می کند، او خوب کار می کند. او کار می کند و ما کیف کرده می گردیم. گفت تنبله. تنبل به نزدیک کریم آمده او را تشویق می کرد که با آنها کار کند. تو کم کار بکن و زیاد پول می گیری. بیا با ما. کریم هرچند نمی خواست که با آنها کار کند، مرد تنبل اصرار می کرد. نهایت کریم راضی شد و با تنبل ها به کار سر کرد. کمی کار کردند و گرمی آفتاب زیاد شد. تنبل ها زود دویده رفته در زیر درخت دراز کشیده خوابیدند. کریم باشد کار را دوام میداد. روز بیگاه شد. کریم 9 عروبه خوب و زیبا ساخت. تنبل ها باشند 1 عروبه ساختند و آن هم شلق و کج. ای برادرها، عروبه شما خوب نبرآمده است، گفت کریم و خواست که به آنها خطاگی هایشان را نشان دهد. 5 روز کریم زحمت کشید که خوب عروبه ساختن را به تنبل ها آموزد. اما تنبل ها کار کردن نمی خواستند. به گفته های علی گوش می دادند و باز همان کاری خود را می کردند. آنها می خواستند که کریم عروبه سازد و پولش را برابر تقسیم کنند. خسته شد کریم. از کار با تنبل ها دست کشید و برآمد و رفت. تنبل ها رنجیدند. شیشته فکر کردند که چی کار باید کرد. کریم از نزد آنها رفت. پس باید قصاص گیرند. فکر کردند و مصلحت کردند که شبانه رفته عروبه های کریم را آتش میزنند، میسوزانند. تنبل ها شبی تاریک وقتی که کریم در خانه اش نبود به خانه کریم آمدند و تمام عروبه های او را آتش زدند. تنبل ها شاد و مسرور بودند. اکنون حال او چطاق. اکنون همه عروبه های او سوختند. خریداران تنها عروبه های ما رو میخرند. شادی میکردند آنها. کریم باشد به خانه آمد و هوش از سرش پرید.
مهنتی بیچاره برباد رفته بود. همه عروبه‌هایش سوخته خاکستر شدند. علاج دیگری نبود. کریم زود به کار سر کرد. تا سحر عروبه‌های نو ساخت. تنبل‌ها باشند کیف کرده خوابیدند و خرسند بودند که پگاه عروبه‌های آنها به فروش می رود. تنبل‌ها خود را به نادانی زده به نزد علی آمدند. السلام علیکم کریم، شنیدیم که بدبختی روی داده است. عروبه‌هایت سوختند، راست است؟ چگونه بدبختی؟ گفت کریم. من خاکستر عروبه‌های سوخته را جمع کردم و 2 خورجین کرده و بازار برده فروختم. آنا پولش. تنبل‌ها به خورجین‌های پر از تنگه های طلای کریم نگریسته دهانشان واز ماند. واه، چقدر پول! چشمان تنبل‌ها از کاسه خانه هایشان زده بیرون برآمد. تنبل‌ها با شتاب زود به خانه هایشان دویده رفتند و از کجای خورجین یافته تیار کردند. عروبه‌های خود را که ساخته مانده بودند جمع کرده آتش زدند. عروبه‌ها سوخته به خاکستر تبدیل یافتند. تنبل‌ها زود جارو آورده خاکسترها را رفته به خورجین‌ها بار کردند و راه بازار را پیش گرفتند. در بازار تنبل‌ها گرد می‌گشتند و داد می‌زدند. کی خاکستری عروبه سوختگی می‌خرد؟ خاکستری خیلی خوب از عروبه‌های خوبی سوختگی. خاکستر می‌فروشیم، نرخش تنگه طلا. خریداران بازار اول به حال تنبل‌ها خندیدند، ولی بعد به دلشان زد. آنها با کلتک‌ها و چوب دست‌ها تنبل‌ها را زده از بازار پیش کردند. تنبل‌ها به خشم آمدند. آنها سنگ و چوب گرفته به خانه کریم آمدند. کریم از دوری دید که تنبل‌ها در دست سنگ و چوب به سوی او پرخشم می آیند. زود راه گریز را پیش گرفت و به سوی صحرا دوید. کریم چقان بود، با قوت بود، خیلی زود می دوید. تنبل‌ها باشند شکم‌ها کلان به زور می دویدند و می خواستند که او را پاره پاره سازند. کریم چقان دویده از تنبل‌ها خیلی دور رفت و در اثنای دویدن بوی را دید که سوار اسب زیبای در نزد رمه گوسفندانش ایستاده است. بوی دید که جوان آنچنان تیز می دود که مثل باد. حیران شد و پرسید: کجا می دوی کجا؟ چی گپ است؟ چی گپ جوان؟ بوی محترم، سلام. مردم از پس من می دوند، می خواهند که مرا پادشاهی خود انتخاب کنند، اما من نمی خواهم. من کجا و پادشاهی کجا؟ گفت کریم. بوی حیران شد و قهرش برآمد. انا بیعقلها، یک کم بغلی پایلوچ را پادشاه انتخاب کردنیان. انا بیایند، من میخواهم پادشاه شوم، بگذار مرا پادشاه انتخاب کنند. اگر پادشاه شدن خواهید، پس بیایید لباسهایمان را عوض میکنیم.
آنها فکر میکنند که شما این من و شما میدوید هر قدر که تیزتر دوید. آنها این را میبینند و از پس شما میدوند و هر قدر که چقانتر دوید به آنها معقول میشود. آنها همین که شما را قپیدن پادشاه میشوید. بوی نادان زود سر و لباسش را کشیده به علی داد و لباسهای کریم را پوشیده به دویدن در آمد. اسب و گوسفندهایتان را من میگیرم، آنها به شما دیگر لازم نیستند. بگیر آنها همه‌شان است و من شاه شوم، به من آنها چی لازم؟ دویده رفت بوی. کریم باشد به اسب بوی سوار شد و رمه را رانده به سوی شهر رفت. در راه کریم با تنبل‌ها واخورد. آنها زود به او تعظیم کرده سلام دادند و پرسیدند: بوی بابا، جوانی را که گریخته رفت ندیدی؟ دیدم، بهانه آن طرف به طرف صحرا رفت، گفت کریم. تنبل‌ها سرکن و پاکن از پس بوی دویده رفتند و کریم به شهر آمد. او در شهر گوسفندان را به کمبغل‌ها و بیچاره‌ها و بیکس‌ها تقسیم کرده داد و باقی مانده‌اش را به خانه‌اش آورد و شاد و مسرور زندگی کرده گشت. از بوی نادان و 9 تنبل یگان خبری نبود. میگویند که تا هنوز بوی میگریزد و تنبل‌ها از پس او میدوند. شاید همین دور هم باشد.